یک سلسله برادران ما در هر سرزمین دنیا هستند، خیلی به جدیت علیه مجتهدین سلف اعتراض میکنند که فرق میان نماز زن و مرد چرا قائل شده اند، در حالی که از حکم خبر نشدند که تخصصی باید پیش میرفتند. زمانی که در نظام فقیهان امت اسلامی میرین، گهی گفته شده که زنانه باید در سجده و در رکوع و ایجا اندک خود جمع بگیرد نسبت به مردان که وسیله کشف عورت نشوه. آخرین دلیلشان استر، یعنی به ستر و به حجاب کمک میکنه. و یا هم آثار تابعین و صحابه را میارن، احادیث صحیحه در این راستا من ندارم. فلهذا آخرین داشته های فقیهان امت به حیث مستحب است. در کدام جایی که گفته که بعضی فرق در رکوع یا در سجده میان زن و مرد دیده میشه، بازو را به زمین بمانه، بغل بچسبانه، به ذراعین در زمین بمانه و بازو را در بغل بچسبانه. این را فرض نگفته اند، واجب نگفته اند، سنت مؤکده نگفته اند، بلکه به عنوان یک مستحب است. یک بحث قضیه. ما در این بحثم دو طرف را میخواهیم که متقاعد ساخته باشیم. کسایی که اگر بگوین فرق میان نماز زن و مرد نیست، شما او را از دین الله بیرون نکنین. و فقیهان امت اسلامی که گفتند، به سر فقیهان امت حق اعتراض ندارین. چرا؟ ایشان فرض نگفتن، واجب نگفتن، سنت مؤکده نگفتن، در حد استحباب است. و مصادر شرعی ما قرآن است، بعد از قرآن سنت است، بعد از سنت صحابه کرام است، بعد از صحابه کرام تابعین است که با سرانجام مجتهدان امت در دنیا معلوم است. وقتی که ایشان مصادر شریعتن، نحن نحسن الظن فی الائمه بانهم لم یقصدوا الخلاف، ما حسن گمان داریم که ائمه در برابر قرآن سنت هیچگاه قصدن خلاف نمی کنن. و ایشان حتما الفقهاء اعلم بمعانی الحدیث، اینا با معانی قرآن و حدیث خیلی داناان. لذا آخرین برداشت من این است، وقتی که از سطر گپ میزنن، در صدر اسلام شما دیده بودین زنان و مردان امت اسلامی در یک مسجد نماز مشترک میخواندن با قیادت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم، حالی که زنانه همه در خانه های خود تنها بغیر از محارمشان هم کسی نیست، اونجا با حجاب و با پرده، در عین حال پیران همه چیز دارن. وقتی که پیران و همه چیز به تن داشته باشن، چادر بزرگ دیگه هم داشته باشن، با دور شدن دست یا بازو از بغل یا از زمین وسیله کشف عورت نمیشه. ما از نظر تخصص اصول فقهی یک بحث داریم که الحکم یدور علی العلت وجودا و عدما. یک بحث تخصصی است، در کلیه بودنش نمیخواهم بچرخم. علما و مخاطبانی که عالمان خودشان به استثناءاتشان برون. حکم دایر به علت میشه وجودا و عدما. به این معناست ما حق داریم که 3 شب و روز بالای موزه مسح کنیم به علت سفر. هرگاه که سفر به پایان رسید، به خانه آمدیم، دیگه حق ما نداریم. چرا؟ الحکم یدور وجودا علی الحکم علی العلت وجودا و عدما. بیمار مسافر حق داره که روزه را افطار کنه، بعداً قضایی بیاورد. هرگاه صحت یاب شد یا مقیم شد، این گم میشه. چرا؟ الحکم یدور علی العلت وجودا و عدما. به همین منوال قضایا پیش میره. لذا وقتی که ایشان از سطر گپ میزنن، در جامعه امروزی اگر در ساحه و محل و خانه‌ای که زنانه نماز میخوانن هیچ ربطی به کشف عورت حرفی وجود نداره، دیده نمیشه، هیچ مشکل نداره که به رقم احادیثی که رسول گرامی گفته نماز خوانده باش. ولی ما تکرار میکنم خدمت همه دوستایی که بر علیه مجتهدان حمله میکنن، استغفار بکنن و مراحل حکمی را در نظر بگیرن، باورمند باشن که قصدن در مقابل الله و رسول ایشان حکم از خود صادر نکرده اند. و در عین حال اگر کسایی میگن فرق وجود نداره، متقاضی هستم از دیگر برادرانم که ایشان را از دین الله بیرون نکنن. این به معنای ماستمالی و چراغ سبز و چراغ سرخ از جانب محمد عبدالقاهر نیست، زیرا المفتی علی شفیر جهنم. مفتی در اصول افتاء به نام آداب افتاء یک بحث است. مفتی واجب بگویه، حرام بگویه، مناسب بگویه، مستحب. مردم تلبیس نکنه، فرق مراتب به مردم تنقیح کنه. لذا من خواستم اصولی در نظام فتوا پیش برم.